اسلامی، یکیش در جمعیت. بیادرزاده را با کاکا، هر دو مربوط به حزب اسلامی، در یک حزب کی با هم مواجه ساخته است؟ دولت؟ نه دوستان محترم، در روی دولت قرار نداره. ملت ما را پارچه پارچه ساختن. ریش سفیدان بزرگ، ریش سفیدان محترم، از اسکندر کبیر گرفته تا انگریزها که قهرمانان مبارزات ضد انگریزی پدران و نیاکان شما هست، همه را با شکست مواجه ساختیم. چرا معضل امروزی ما حل و فصل نمیشه؟ برای که در تمام طول تاریخ از او جنگ ها با متجاوزین ما یک دست واحد بودیم، تن واحد بودیم، یک پارچه بودیم، عزیز و دلبند بودیم. افغان و ازبک و تاجک و هزاره و ترکمن نمی شناختیم، افغان بودیم، مسلمان بودیم و هیچ کس تاب و توان قدرت را برابر ما نداشت. ولی آلی عرب می آید با عزت ما، با ننگ ما، با شرف ما، با غیرت ما، با قماندانیت ما، با همه چیز ما غرض داره. مرا یکی از قماندان ها، هنوز قطعات شوروی نرفته بودن، یک قماندان برجسته بود، نامش نمیگیرم، برایم خط روان کرد. من خطش پاسخ گفتم و تمام خواستها و نیازهایی که مردم افغانستان داره و مسئولیت هایی که ما در قبال ازی مردم داریم، این سنگر و او سنگر فرق نمی کنه. هر دو ما مدعی هستیم که خدمت برای مردم را انجام بدیم و سنگ خدمت مردم را به سینه می‌زنیم. پاسخ دادم برشان. پس دوباره خط روان کرد، همه چیز را درست پاسخ داده بودی، ولی از یک چیز خودت تیر کردی که او عبارت از موجودیت قطعات شوروی است. چرا نگفتی که شوروی ها اینجا وجود داره؟ پس دوباره برش نامه روان کرد. گفتم قبول، اول شوروی ها را از منطقه خودت بیرون میکشیم، خودت اموجه مسئولیت تامین امنیت را با عهده بگی، در منطقه دیگه شوروی نمی باشه. خط روان کرد که نه، ما هم با افغانستان تعلق دارم و تو هم رئیس جمهور افغانستان هستی. سوال ما سر یک منطقه نیست، سوال ما سر کل افغانستان است. از کل افغانستان شوروی ها باید بیرون بره. باز نامه برش روان کردم که اگر شوروی ها برآمدن و جایش دیگرها گرفتن، اگر در اینجا باز مشاور امریکایی آمد، اگر در اینجا باز وهابی های عربی آمد، اگر در اینجا باز جنرال های یا میجرهای پاکستانی آمد، برای ما در خط نوشته کرد که در اون صورت باز ما افغان هستیم، تو افغانیت را به اثبات برسان، باز ما هم افغانیت خود را به اثبات میرسانیم. حال دی روزا ما باز خط برش روان کردم و خط شام این بار بسیار با متن خوب و با محتوای خوب رسید. برش نوشته کردم که نگفته بودم برای شما که اینها می آیند و آمدن. بر خاک ما صرف حال مداخله مطلعی بس نیست، تجاوز. و شما از طریق تلویزیون می بینیم که ما هر روز یک میجر پاکستانی، یک عربی، ابو فلانی ابو فلانی ابو فلانی در این سنگر، در او سنگر، در این سنگر، در او سنگر گرفتار میکنم خدمت شما، اعترافاتش میشنوید. چی میکنن در سرزمین ما ای بیگانه ها که آمدن؟ میگن برای اسلام جهاد میکنیم. و برای شما میگم که قدر دور چرا آمدن؟ جهاد فلسطین علیه اسرائیل جریان دارد و او قیام علیه اسرائیل اعلان نموده است. بیت المقدس در تحت اشغال اسرائیل است و او را کعبه ساخته است.
این عرب ها چرا نزدیک امونج جهاد را انجام نمیدن که بیت المقدس را آزاد بسازن که مسلمان ها برن سجده بکنن؟ که قدر راه دور طی کردن با پاکستان خود میرسن از اونجا غیر قانونی وارد افغانستان میشه و در اینجا با خود پول میارن و در میان مردم ما تقسیم میکنن که برادر بکش، که فرزندت بکش، که اولادت بکش، که زن را و بیوه بساز، که یتیم را بگذار اشکش بیاید، خانه را ویران کو، وطن را از بین ببر. این راکت از سکر 20 است و سکر 30 و سکر 40 است در خدمتت قرار داره. این توپ های نمیفهم بی پسلگد است و این ماشین دارای عجیب و غریب است، در حالی که شما خود میگین ما به سلاح ضرورت نداریم، به غذا ضرورت داریم، به نان ضرورت داریم. مردم ما گرسنه شده، کشت نیست، کار نیست، زراعت نیست، اقتصاد نیست. اینجا یکی از کاکاهای محترم من سایه داد برای من که اقتصاد ویران شده است، اگر باز هم ویران میگردد. من مورد سوال شما را قرار میدم که کدام راه را تعقیب بکنیم؟ راه میر مسجدی خان را، راه جلندر خان را، راه برزو خان را، راه میر درویش خان را، یا راه وهابی ها را، یا راه میجرها و جنرال های پاکستانی را، یا راه و دستور و فرمان و حکم امریکایی ها را؟ شما برای ما بگوین کدام راه را تعقیب میکنید؟ راه پدران و نیاکان خود را تعقیب میکنید. من سر کل گپا خوب است، برای ما دلیل خوب دادین. تشکر از شما که برای ما یک استدلال قوی و یک پایه و اساس قوی دادین که گفتین ما راه افتخارآمیز پدران و نیاکان که از همه ما و شما هست رو تعقیب میکنیم. واقعا باید در حفظ و توسعه افتخارات ملی و وطنی خود هر یکی ما وظیفه تاریخی، اسلامی، افغانی و ملی خود را به انجام برسانیم. برای که فرصت ها کمتر میسر میشه، من میخواستم امروز با شما واقعا مسئولانه صحبت بکنم و از شما تقاضا میکنم که ما از ته دل صحبت بکنیم، از ته دل. ما چند کلمه را و چند مسئله را در برابر شما قرار میدم، نه با مثابه فرزندان دلیر از این پدران و نیاکان کودامن زمین. یا صرف شما مردم شمالی خود میدانید، جنوبی را از خود نمیدانید، مشرقی را از خود نمیدانید، غرب از خود نمیدانید، شمال و مرکز از خود نمیدانید. همش باید اولتر از شما باید باشه، برای که در پیشاپیش حفظ ازی وطن، مقدسات ازی وطن، تاریخ ازی وطن پدران و نیاکان شما قرار داشته است. لذا این افتخارات بر پیشانی شما حق شده است و شما باید در صف مقدم قرار داشته باشید. انگریزها را ازی وطن پدران و نیاکان شما کشیده است و شما هستین که بگویید که افغانستان را ما نگاه میکنید. عزتش، آبرویش، تمامیت ارضیش، خاکش، وطنش، انسانش. میایم سر کل گپا. اینه میبینین که احساساتی شدین که براتون گفتم که گپایتان تا آخر بزنیم، باز برای ما نوبت بدین. این حالی ما براتون میگم چند مسئله را و در اخیر میایم سر مسئله سرک. برای که ما شما به این نتیجه رسیدیم که میر مسجدی خان از کدامن نیست دیگه، و عالم شما گفتین که او افتخار همه ما شماست
و حالا شما گفتین که صرف از کدامن نیستین. حالا گفتین که شما به مشرقی و جنوبی و به غرب و به مرکز و شمال و هم جای ارتباط دارین. وجب خاک افغانستان از شما هست. پس بیایید یک دفعه مسائل بزرگ را مطرح بس ساخته از اونجا آهسته میم به مسئله سرک. وقت داریم؟ حوصله شنیدن گپا رو داریم؟ مسئله اول مسئله وطن است. هیچ کس ایمان را نمیتونه بگذارانه، برای که گفته شده حب الوطن من الایمان. اونم کسی ایمان را میتونه بگذارانه که با وطن خود عشق و محبت داشته باشه. ولی وطن ما ویران شد. این دومین و سیومین بار است که بالای جلال آباد حمله صورت میپذیره. از طرف کی؟ صرف از طرف مخالفین؟ نه، از طرف ملیشه پاکستان، از طرف کماندوها، از طرف اجیران عربی با سلاح‌های مدهشی که از بیرون میآید. اون ننگرهار همیشه بهار به خرابه مبدل گردید. بالای خوست هر روز حمله است، بالای قندهار، در تمام وطن جنگ است. کشت باقی ماند، زراعت باقی ماند، فابریکاها بسته نشد، به خاطر از اینکه مواد خامی را که شما کشت میکردیم پنبه که نباشه من نساجی را چطور بچلانم؟ لبلبو که نباشه من بوره را چطور تولید بکنم؟ سمنت که نباشه من میکروئین چطور بسازم؟ زغال که نباشه من سیلو را چطور بچلانم؟ برای مردم چطور نان بتون برش؟ مکتب ویران شد، سرک از بین رفت، لینای تلفن از بین رفت، شفاخانه وجود نداره. این مال کیست؟ مال دولت است یا مال ملت است؟ این در نتیجه عرقریزی های شما و مسئول کار و زحمات شما و آبله های کف دست شما ساخته شده است. مسجد ها ویران شدن. ما خود طوری دیدیم و عادت و عنعنه طوری هست که اگر در یک فامیل، در یک خانه آتش در بگیره، از خرد گرفته تا کلان میدون، یکی با لپ خود او مندازه، یکی کت دولچه او مندازه، یکی کت سطل او مندازه، یکی واسکت خود بیرون میکشه که ای آتش گل بکنه، یکی خاک مندازه سری آتش. تمام تلاش برای عزیز که آتش در گرفته شده در این خانه خاموش شود. یا چونی نیست؟ پس بیایید افغانستان خانه مشترک ما شما هست. همه اولادهای از این وطن و از این فامیل هستیم و فامیلی هستیم که در این خانه مشترک زندگی میکنیم. خانه ما فعلا در گرفته است. وظیفه خرد و بزرگ است، نه رئیس جمهور تنها. شما، من، انور خان دنگل، خان آقا خان، آجی گل خان، همه، صوفی صاحب رسول خان، از همه هست که یه آتشی که در خانه مادر گرفته، اگر کت واسکت میشه، اگر کت سطل میشه، اگر کت دولچه میشه، باید خاموش بسازیم. اگر فرزند واقعی از این خانه هستیم، اگر فرزند مربوط به این فامیل هستیم، اگر فرزند حلالی از این وطن هستیم، مگر ما چی میکنیم؟ کسی راکت را به دست ما میده، او را در سر شانه خود مانده، کسی تفنگ به دست ما داده، کسی توپ به دست ما داده و ما این خانه خود را ویران میکنیم. به جای ازی که آتش فرو بنشانیم، سر آتش ایزم میپرتیم، تیل میپرتیم. اگر یک خانه در گرفته، میگیم بگذار آتشش به خانه همسایه هم برسه و کل افغانستان در بگیره. من برای شما میگم که
بعضی ها میگه که ما میخواهیم در جنگ پیروز شویم. یک کلمه را و یک جمله را برای شما میگم. پیروز در جنگ یا کامیاب در جنگ ناکام اصلی است. راستی براتان بگویم، بالای کی پیروز میشین؟ بالای کی موفق میشین؟ بالای مردم خود؟ بالای قبرستان ها؟ بالای هدیره ها؟ حکم روایی سر کی خواد کردن؟ امیر حزب اسلامی و امیر وطن بالای کی خواد شدن؟ بالای تمام بیوزنا؟ بالای یتیمان؟ بالای اطفال بیچاره مظلومه که توسط از این راکت های کور زده میشه و دستشان قطع و گردنشان قطع و زانویشان قطع؟ بالای از این حکم روایی کردن باز ما بگویم که ما کامیاب هستیم، ما پیروز هستیم و باز افتخار بکنیم؟ از این کده ناکامی بزرگ دیگه وجود ندارد، از این کده شکست بزرگ دیگه وجود ندارد که آدم سر اشک یتیمان و آه و ناله و زجه و فریاد بیوزنان حکومت بکنن. آدم سر خرابه ها، آدم سر قبرستان ها، سر استخوان های عزیزان و دلبندان و برادران و پدران و مادران و خواهران خیش حکومت بکنن. امی جنگ را پیروزیش میخواین و شعار امیست که ما جنگ را تا آخر ادامه میدیم، جنگ را تا آخر ادامه میدیم، تا یک افغانم که باشه ادامه میدیم. این کامیابیست در جنگ. شما برای بکنین. عزیز و پدر و فرزند و دلبند خود را از بین بردن و بر غم و اندوه و ناله و فریاد از او حکومت کردن و باز آخرش هم بگوییم که ما جهاد را بردیم، ما جنگ را بردیم، ما پیروز شدیم. هیچ کس زیان نمی بینه غیر از افغان. پاکستان زیان نمی بیند، عربستان سعودی زیان نمی بیند، امریکا زیان نمی بیند، هیچ کشور خارجی زیان نمی بیند، شوروی هم زیان نمی بیند. اگر دیروز در اینجا اسکرایش وجود داشت اونا هم رفتن به وطنشان. این فقط صرف افغان است و وطن افغان است و خانه افغان است که زیان می بینه. بس از این خاطر است که خونی پدران و نیاکان شما میر مسجدی خان و میر درویش خان با بقشقاری باید در رگ و پوست و خون و استخوانتان دوباره به جوش بیاید. که خانه کی ویران میشه؟ سلاح از ما نیست. کدامش در اینجا تولید میشه؟ بگو. به شمول کارتوشش اینجا تولید میشه؟ خواد بویی که نجیب تو هم میگیری سلاح را. مدمی صحبت با شما که باز بسیار نام کشید که گفتم ما از یک کافر میگیرم، خودت از 20 کافر میگیری. فیصله کردیم که بیا این کل سلاح ها را کوت میکنیم، با اونام میتیم به اینام میتیم، این سلاح ها را پس دوباره چی میکنیم؟ مسترد میکنیم و از شقیقی مردم افغانستان تفنگ بیرون میکنیم و میگذاریم این آزادی را برای مردم افغانستان که انتخاب بکنه که کی کیست و پشتر کی میره. وطن ما را ویران ساختن، خانه ما را، خانه فامیل ما را که در زیر سقفش زندگی میکردیم ویران شد. براتان میگم که یکی ما ایمان برده نمیتونیم، بر از اینکه از این وطن عشق و محبت نورسیدیم. خاک از این وطن مردم سرما می ساختن، به چشم خیش می زدن، ولی با این خاک افغانستان چه صورت می پذیره؟ تو پدران و نیاکان ما که در 3 جنگ افغان و انگلیس پیروز شدن، تو در برابر اسکندر کبیر که پیروز شد، که یکی از دوستان ما در اینجا گفت اونا از خود ننگ و شهامت افغانی، اتحاد و وحدت و اتفاق ملی و تاریخی داشتن و اسلامی داشتن، اونو را زنده بسازیم. من نمیگم که بین ما ملامت و سلامتی وجود ندارد، مگر وقتی که من شوروی را گفتم که از اینجا بیرون برای خود تو هم دیگه، پاکستانی را خود اجازه نتی دیگه، عربی را خود اجازه نتی دیگه اینجا، جنرال امریکایی را خود با خود نبیر و مشاور امریکایی را خود با خود اینجا نبیر که باز ما
یکی از ولایت ها دستگیرش کنم. روح با خود در اینجا نبیر. میشینیم بین هم دیگر زانو به زانو مذاکره میکنیم، مفاهمه میکنیم. یا تو ملامت میشی یا ما ملامت میشیم. همین که دوستان ما گفت که برای خدا دروازه توبه است، برای شما دروازه ناقه است. اگر ما ملامت شدم ناقه میتون برای شما، اگر رفقای ما، اگر حزب ما و اگر دیگر ها ملامت شدن باید ناقه بده. ناقه را من میخواهیم سر تمام کدورت ها و دشمنی ها سنگ بزرگ میگذاریم. برای ازی که والا کردن از این کدورت ها و حساب ها و محاسبات جنگ ما را حل و فصل نمی کنه. اثر نو در صلح و صفا و صمیمیت شروع میکنیم و خدمتگار یک دیگر و خدمتگار مردم خود می باشیم. این سوال وطن، تمامیت ارضی وطن شما در خطر است. وطنتان میتونه تجزیه شود، وطنتان میتونه پارچه پارچه شود. آیا استوانهای میر مسجد خان کودکی در قبر خیش ارواحش از شما فرزندان خیش نواسه های خیش پسان نخواد کرد که یک مشت خاک را شما به میراث گذاشتم، به امانت به میراث گذاشتم و شما فرزندان اهل ما بودیم، ها با پای قدم های ما باید گام میگذاشتیم، با دشمن وطن مبارزه میکردیم و این خاک و سرزمین طوری که من نگاه کرده بودم پر افتخار نگاه میکنیم. من از دست تو پارچه پارچه و تکه تکه شد، تجزیه شد، تقسیم شد. یک قسمتش در دست عربا افتید، یک قسمتش در دست پاکستانی ها افتید، یک قسمتش در دست انگلیس ها افتید، یک قسمت دیگه در دست اروپایی ها، یک قسمتش در دست امریکایی ها، یک قسمتش در دست دیگه در دست بیگانگان. ما گفتم که مسئولانه در برابر شما صحبت میکنم. حقایق تلخ است، به همه ما شما افغان ها میرسد، به ما میرسد، به شما میرسد، ولی بیاین حقیقت تلخ در میان بگذاریم. شما برین که در کمپ ها چی میگذرد. از افغانستان شروع میکنی، راه جلال آباد کابل در روزهای اول یک چند روز بسته شد، باز کردیم را. از اون طرف موترها آمدن، یک حمله صورت گرفت بالای موترها، از بغل خانم ها گرفتن در دریا انداختن و خانم ها را با خود با کوه ها بردن. در کمپ ها چی می‌کنند؟ مردها به نام غیرت و ننگ و جهاد اسلام به جبهات روان میشه که اگر تا دیروز به این بهانه که گویا جهاد علیه شوروی هست بر ازای خود می آمدن، فعلا به زور روان میشه. افغان ها هیچگاه قدر تحقیر و توهین نشده بودن در طول تاریخ افغانستان. و کجا رسیدیم بگوین؟ عشق در چشم خود موی بر بدن آدم راست میشه. عمر باز میگین که عفو در که لذت در عفو است، در انتقام نیست. او کسی که عرب آورده وطن مرا ویران ساخته، او کسی که امریکا را آورده وطن مرا ویران ساخته، دین مرا برباد ساخته است و با عزت و شرف و ناموس و حیثیت و آبروی ما بازی میکنه. ما چی کنم بگوین برای من؟ شما چی میکنین با ایسه افغان ها؟ میر بچه خان چی کرد؟ میر درویش خان بابا خوشقاری چی کرد بگوین؟ چیز نداشت، تبرچه برداشت، سیلاوه برداشت، شمشیر کشید از میام، تفنگ چکمکی برداشت، در برابر تو خود زد. مگر ننگ و غیرت و عزت و آبرو و شرافت وطن را نگاه کرد، ناموس عزت خواهر و فرزند خود را نگاه کرد. ایسی بالای ما آمده است. شما خو میگین که راه را باز بکنین، من سر راه مفصل که تان صحبت میکنم. مگر بیاین، دوستان ما گفت، یکی دوستانی که پیش انورخان دنگر رفته بود که ما راه را باز میکنیم، اونا گفتن اول موترهای ملکی بگذره در مرحله اول، بازپسان ببینیم تجارا را موترایش اجازه میتیم، بازپسان موترهای دولتی را اجازه میتیم.
من از شما پرسان میکنم که این موترهای دولتی از ایرتان به کابل چی انتقال میده؟ حالا شما ایره میفهمین خو یک نی دو نی صد نی صدها موتر گشتانده شده، تخلیه شده، چی رو میرن؟ تیل، بوره، آرد، گندم، روغن. برای کی؟ برای 2 میلیون مردمی که در کابل زندگی میکنه. فقیر است، رنجور است. شما میفهمید چی زمستان تلخ گذشت؟ برای ما قصه کردن، برای یک جای دیگه میره حکایت کرده بودم، برای شما بازم حکایت میکنم. در این روزهای بعد زمستان یک فامیل است به سر کوچک خود روان کرده ساعت 5 بجه صبح دلای یک پیران تنبان که تو برو برای ما فقط یک نان بیار، برای نان چای صبح. رفته تا 11 بجه استاد شده، نتانسته که نان بیاره. وقتی خانه آمده از طرف پدر و مادر لط شده که تو یک نان آورده نتانستی. صبح برادره که دیگر کار خوارکش روان کرده، اونا هم از 5 بجه صبح رفتن تا 11 بجه نتانستن نان به دست بیارن و فکر کردن که اگر خانه بریم زیر لط میفتیم. در پالوی خانه همسایه تایق برف در گل و لای در زیر هوای سرد سمستان نشستن، جانشان برآمدن. 2 دانه طفل معصوم. او کجا کافر است بگوین برای من؟ او چی گناه کرده؟ هنوز بوی شیر از دانش بیرون میپره. آذانه که ملا یا پدرش در گوشش گفته هنوز او زنگ آواز میته در گوشش. کی را بند کرد بگوین برای من؟ دوصد هزار مرد کودامانی برای من تاج سرم است، عزت ما، صبرای ما، تاریخم است، تاریخم است، تاریخ افغانستان است که من فرزند افغانستان خود تلقی میکنم. ولی 2 میلیون مردمی که در کابل هستن یا فرزندای شما نیستن؟ یا اولادهای شما نیستن؟ این پیچ سفیدای از یا مادرای شما نیستن؟ این زنای از یا خوارای شما نیستن؟ این پیچ این سفیدای از یا پدرای شما نیستن؟ اگر واقعا این گپ صحیح باشه که به 12-14 ولایت از این راه به او طرف و به این طرف انتقالات میشه، پس این راه شمالی نیست، راه کدامن نیست که بند شده است. این راه مردم افغانستان است. چقدر مردم آزار دید. سعی کنین من برای شما یک سلسله ارقام را میگم. برای که اینجا یک از کاکاهای محترم من که از تاجران محترم است، من میشناسمشان، یا از انتقال کشمش خود صحبت کردن. ولی ما برای شما میگم که ما کوشش کردیم، راههایی را جستجو کردیم تا قطعات اتحاد شوروی از افغانستان خارج شود. ولی ما یک گله دارم. گله ما ایست که در وقتی که قطعات اتحاد جماهیر شوروی در این راه افتیده بود، بین از هم دیگر گپاره پنهان نکنین، شما هم میره پنهان نکنین. بسیاری از این قماندان ها با پوسته های شوروی ها می نشستن، شوروا می خوردن. یادتان رفته بخیر. و جنگ بالای از پوسته ها نبود. سلام علیک داشتن و علیک داشتن. و در اون وقت اینه ما براتون میگم که سال 67 بعد از عودت قوای شوروی به وضعی که جنگ خاتمه بپذیره، ختم گردد. تلفات ما در سال 67 یعنی پارسال که هنوز شوروی ها بودن، در کل سال فقط مجموعاً در حدود 150 موتر بود. امسال در ربع اول سال، یعنی 3 ماه اول سال، 275 واسطه نقلیه تلف شده است.
ببین ما گله کنم یا نکنم از پیشم دمی را دمیجه ما را خود متهم به این میسازیم که یا که شوروی ها آمده بودن یا دوستای شوروی ها هستن، ولی در وقت شوروی که موتر کمتر سوختنده میشه، در وقتی که شوروی نیست خود افغان کتتان قرار داره باز موتر زیاد سوختنده میشه و گشتنده میشه. از کی کنم این گله را پیش میرم. در طول سال، در تمام سالی که پارسال بود 11,081 تن خو 11,000 اموال دولتی تخلیه شد یا با آتش کشیده شد، در حالی که صرف در ربع اول این سال 5,000 تن هنوز 9 ماه دیگه در پیش رو هست از بین رفته و سوختنده شده است. 87 موتر دریور موتر در راه شهید شده و صدها نفر دیگه زخمی شده است. همین موتروانا و دریورایی که با چی مشکل میرن از اونجا نان و غله میارن و اینجا برای مردم و در هر قسمت راه موتر خود استاد میکنه، وضو میکنه و نماز میخوانه. درست است که کشته شوه؟ از اون میگذاریم. فقط یک کلمه براتون میگم که اینمی نتیجه جنگ و کار دشمن هست بین ما. اگر کدام نتیجه دیگری شما به دست آوردین بفرمایید او را برای ما باز بگویید. ما بارها اعلان کردم، اما دفعه که شما اینجا تشریف آورده بودین اعلان کردم. حالا اون دوستا پیشنهاد میکنن، یکی از محترمین انتقادم کرد که کمیسیون مصالحه ملی خوب کار نمیکنه، اونا کسایی هستن که از درون مردم انتخاب نشدن، نماینده های واقعی مردم نیستن. شما نفرای درست برای ما اجازه بتین انتخاب بکنیم، یک کمیسیون بسازیم، حتما نتایج به دست میاره. در ملاقات قبلی محافظین فراموش نکرده، شاید به یاد شما باشه، برایتان گفته بودم که از درون خود نماینده هایتان تعیین بکنین و مراجعه بکنین پیش قماندان هایتان. در روز وقت خواستیم، گفتیم که از میربچکور گرفته از گلدره از اینجا بگیرین تا شکردره و میربچکور تا کلاکان و ترکایی تا قره‌باغ و استالف کلشه با کل قماندان ها ببینین، بیارین تمام خواستایشان پیشنهادایشان و کلمات خود را ما یادداشت کردیم. حال برتان میگم که من چی گفته بودم برتان، که دولت حاضر است نیازمندی های شما و اینها را در نظر بگیرد. شما با گروه های مسلح بگویید که امنیت مناطق خود بگیرید، راه را امنیتش تامین کنید، راگیری صورت نگیره. دولت برای شما حاضر است، اما چیزی را که شما نیاز دارین در نتیجه از این که راگیری میکنین اون موتر میگردارین، نماینده هایتان روان بکنین، ما در اینجا برای شما تنظیم میکنین، موترایتان روان کنین یا موترای ما را ببرین که خود اونجا تخلیه بکنین، بینتان تقسیم بکنین. پس همین کلمات ما بود خوب به یادم است که ما میفهمیم که در اونجا کش نیست، کار نیست، زراعت نیست، اونا هم گشنه شدن، اولاد دارن، چوچو پوچ دارن، زن دارن، فرزند دارن، اونا از پیشان نان میخواین. و ما که در اینجا مسئولیت بزرگ به اصطلاح ریاست جمهوری به عهده ما گذاشته شده، هر فرزند از این وطن، هر خانم از این وطن و هر پیچ سفید از این زن و فرزند و اولاد و مادر و پدر ما هستن. نگفته بودم برای شما خود رفتین 10 روز پوره شد، 20 روز پوره شد، 1 ماه پوره شد، ولی دیدم که حملات کم نشد، حملات اضافه شد. بجای 1 موتر 10 موتر در گرفت، بجای 10 موتر 100 موتر در گرفت. یک چند روز با مقابله پرداختم. بیشک نیست، از هوا و زمین و از همه چیز عملیات ها علیه این مناطق صورت گرفت. دیگر روز باز لاحول گفتیم برادر تا کی؟ صبح باز که تیمی ریش سفید ما میشینم. خواد بگه برادر از ما مثل کمال میگین. یک لغزیدن شد، شما بخشیدن میکردین. رای وز کدم، کوچه وز کدم. سفیدان محترم، عزیزان محترم، بخاطر ازی که جلوی خونریزی گرفته شود، کشتار زیاد نشه، از این طرف یا از اون طرف، از هر طرفی که میمره مسلمان هست.
کاملا کوچه عوض کردم و او کوچه را میفهمی اینقدر خاک است. حالا نم شروع کردیم که او را ترمیم بکنیم و جغل اندازی و باسان سوال قیره زوره. یک دفعه که موتر مه یک پیره که میزنه برای یک هفته باید او ترمیم شود. موتروانی که از اونجا تا اینجا مه او خب باز ماشینی موتر آدم ترمیم کرده میتونه. این از دسته که خاک تنفس میکنه. این دریور ما بعد از یک ماه 2 ماه بعد مریض است، در جای و بستر افتیده است. چقدر سر ما مشکل تیر میشه میبینید. مگر ما به خاطر ازی که همونجا ما واجه نشیم روی خود گشتان یک راه دیگر انتخاب کردیم. اگر ما این اعلان کرده باشم که همه چیز برای شما برای قماندان ها میرسه، نماینده هایشان تعیین بکنین، دیگه جنگ برای چی؟ اما چیزی که بعد از در دادن موتر و کشتن دریور و زخمی ساختن یک چند نفر مسلمان و بیگناه برای از اونها میرسه که اونا به اصطلاح دور میتن موترها را، اما رو بدون از این کشت و کشتارها برشان ما میرسونه. مسئولیت داریم و گفتیم اینجا که چیزی پیش ما هست، این مال بیت المال هست، در اینجا سهمی از اونها موجود هست. اونا افغان هستن، فرزند از این وطن هستن، حق دارن. مگر ما خود چنین جواب از شما نشنیدم یا کسی جواب آورد برای من؟ از ما دعوت کرد که ما جواب آوردیم بعد از 10 روز. ما گفتم بین خود از اینجا تا اونجا بشینین کمیسیون تعیین بکنین. حالا باز برای من میگن که کمیسیون تعیین بکنین. 1000 کرد ما باز میگم که کمیسیون تعیین شه و این کار انجام بپذیره. مگر برای من یک سوال پیدا میشه که به این مسائل عمومی و کلی و تنی و مردمی بیندیشیم یا برای باز نمودن از یک راه بیندیشیم یا هم جزئی از این مسئله هست و هم به شرط به ایرا را باز بکنیم که موترهای خصوصی که کتمه رابطه داره اجازه بتش، موترهای دولتی که برای مردم غریب 2 میلیون مردم اینجا نان و گندم و آرد میره او اجازه نمیتم. ما دیگه این موترها خود را گندم و این و آن و همه چیز خود میرسانم و اجازه بده که فصل انگورم رسیده، انگورم ما که کشمش روان میکنم، 3 ماه که بخیر تیر شد، سنبولام خلاص شد، باز بعد از او باز مکده جنگ شروع میکنم. اما تو کنیم دوستان محترم، اما تو کنیم این خود نه قول است، نه لوز است، نه افغانیت است، نه باید بگوییم که راه رفتن برای مسجدی خان است. من میخوایم قضیه را از بی خوبان حل فصل بکنم که صلح و صفا تامین شود. به این شکی نیست کاکای محترم من لنگی خود کشید سر آدم تاثیر میکنه. حال تروالا او روز 62 دانه راکت در کابل افتید، 62 راکت، 18 نفر کشته و 105 نفر زخمی. شما خواهی دفعه برین می شفاخانه ها ببینید. خودت سرت برای من لچ کردی، من سر خود پیشکی لچ بکنم. شما باور بکنین عید آمد و شما خبر دارین من در هر عید به شفاخانه ها میرم. نترستم جرأت کنم در عید در شفاخانه داخل شم. نماینده های خود روان کردم برشان، توفه ها روان کردم، ولی او توفه و اون نماینده جای او فرزندش که از دست داده او رو گرفته میتونه. او پای او فرزند چوچهش که شما در مابین تلویزیون ببینین هنوز شیرخوار است، قطع شده، او رو تلافی کرده میتونه. اگر همونجا چادر خود پشت سر پرته کاکای محترم و بگوی که سر خود لچ کردیم چاره مرا بکن، چی جواب برش بتم؟ باز بگویم این فیر انور خان جنگر از اونجا میکنه؟ خدای ناخواسته شما را بدنام بسازم بگویم مردم شمالی کار انجام میته؟ بگویم این را خان خان انجام میته و ما مسئولیت ندارم؟ چی جوابتون بگو برای من؟ از خجالت و شرم رفتن نتانستیم برشان. بیاین می سرتان را بر زمون آلوچ کنیم، کلاه مرم که خود ببرین اونجا بانین.
که برادر توپ هم است، تانک هم است، تیاره هم است، همه چیز هم است. از این نمیگیرم کار من. بیایید بین خود بشینیم که وطن ویران شد، اسلام برباد شد، عزت و ننگ و ناموس ما لیلام شد. بیا ما افغان ها بین هم بشینیم، این صلاحیت را داریم، زانو به زانو میشینیم، شروعای کودامانی پخته میکنیم، مرچ تند و تیز مندازیم، سلاتیر زر تیار میکنیم، سر گلم و توشک میشینیم، ملامت و سلامت را معلوم میکنیم، بر یک دیگر ناغا و نواتی که کسی گفت میریم سنگ کلان میگذاریم، دیگه مردم گفت میریم سنگ کلان میگذاریم، دیگه مردم بیگناه را به قتل نمیرسانیم. با حکم کی؟ با دستور کی؟ من خب پیشتر برای شما گفتم که انانه خود طوری هست که خانه در بگیره، آدم خانه را گل آتش را گل میکنه. ما باز راکت میزنیم، افغان هستیم، از زمین خانه هستیم، از زمین فامیل هستیم. بیشتر خود شما گفتیم که کل افغان شمالی و مشرقی و جنوبی و شمال و مرکزش از شما هست، کابلش هم از شما هست. و من سوال میکنم که اینا میگن در اونجا یه 7 تنظیم اول خوی گپشن دروغ که میگه ما شهرها را از این خاطر فتح نمی کنیم که استرهام داریم، رحم میکنیم بالای مردم شهر. و روزی 20,000 فیر بالای جلال آباد صورت بپذیری، فیر ای رحم است رو بلا، این استرهام است. در این کابل که مردم 2 میلیون جمع شدن، از اطراف جمع شدن که امینجا یک سرپناهی داشته باشیم و آرام خواد باشیم. و راکت فیر میشه، در اینجا کشته میشه. حالیا خو ادعا میکردن که ما 90% خاک و مردم افغانستان با ماست. اگر 40% از اینا را یا 50% از این را شما در قریجات بگیرین، 40-50% خود شهرها باید قرار داشته باشه یا نداشته باشه. پس 40-50% طرفداران از اینا در شهرها هستند. آدم خود سر طرفداران خود فیر نمیکنن، طرفداران خود را خود کت راکت نمیزنن. باز اینا یه امیدم داشته باشه که صبح مردم افغانستان برای از اینا رای بتن، برای از اینا دست بالا کنن، برای قاتلین خیش. صرف کاش که علیه دولت جنگ میکردن، کاش که علیه قوای مسلح جنگ میکردن، گرچه وان برادر مسلمانش هست. خود پیشکیست میرمیش در اونجا مسلمان آدم ایده برابر از او جنگ را انجام میده، یا افغان و افغان، یا مسلمان و مسلمان. خب باز هم میگه که ما که قوای مسلح که قوای مسلح. عالی طرفداران خودش که در افغانستان وجود داره 90%، اینه چرا زیر راکت گرفته؟ از جام میگذاریم میریم در مابین دهات و قریجات. حزب با حزب چرا جنگ انداخته است؟ جمعیت با جمعیت چرا جنگ میکنه؟ چرا افغان ها بین هم در همه جا جنگ میکنن؟ بیایید که از گیر دشمنا و بیگانگان خود را خلاص بسازیم. تا که این سوال از این خوبان حل و فصل نکنین، این 3 ماه ما باز براتون میگم، شما میرین کمیسیون هم ایجاد میکنین، ما پروتکل هم امضا میکنیم، قرارداد هم امضا میکنیم، چیزی را ما قبول میکنیم، چیزی را اونا قبول میکنیم، راه را باز میکنیم. بعد از این 3 ماه گذشت، باز یک عرب آمد، باز یک نفر میجر پاکستانی آمد، باز همون جنگ و جدل شروع شود. باز خود چی بگوییم؟ خود افغان بگوییم. از بی خوبان باید مسائل حل فصل بکنیم، صلح و امنیت را تامین بکنیم. شما در کدام کشور دیدین که سرک مال یک گروپ یک تنظیم باشه؟ در کشورهایی که کشورهای فدرال قرار داره، که در یک کشور چند حکومت وجود داره، بین هم دیگر و یک حکومت مرکزی وجود داره. در امو حکومت‌های علایده هم سرک و مواصلات از حکومت مرکزی است. مگر برای ما اون فرمایش روان کردن که اینی موتر بیایه، این موتر نبیایه. پس این سرک شخصی شده، این سرک دولتی شده. دولتیش هم بگذارین، سرک مردمی است، از مردم، از هیچ کس نیست. ما اکنون هم همان نظر قبلی خود تکرار میکنم که دولت حاضر است
مورد ضرورت اموال را برای شما تهیه ببینه، در اونجا تخلیه کنن، برای می گروپ ها و تنظیم ها تخلیه کنن، قماندان ها و سرگروپ ها، اولاد ها و فرزندای از اونها هم از امی وطن هستن. آنها جز همین مردم هستن و ما تلاش میکنیم تا وظیفه دین خود را در برابر از اونها هم انجام بدیم و برایشان مواد برسانیم. ما میتونیم که این مواد را توسط نمایندگانشان برایشان برسانیم، اما هدف اصلی ما است که جنگ قطع شود، جنگ قطع شود، راه های مواصلاتی باز باشد، مواد برای مردم، برای همه مردم برسه. نگوین که برای راه های ما بسته است، برای 200,000 مردم شمالی مواد نمیرسه، برای 2 میلیون مردم کابل هم نیز مواد نمیرسه، برای مردم لوگر و گردیز هم مواد نمیرسه، برای مردم غزنی هم مواد نمیرسه، برای اروزگان و زابل هم مواد نمیرسه. اگر در اینجا ما این گناه را با عهده خود بگیرم که ایران را بسته کردیم، در حالی که ما بسته نکردم، اینها بسته کردن. این دیگه ولایت را کی مسئولیتش با دوش خود میگیره که راه ها را کی بسته کرده است؟ پس میبینین که بسته کردن راه وظیفه من نیست. بسته کردن راه وظیفه است که از جانب اجانب برای کشته شدن و مردن مردم و اهالی برای از اینا سپرده شده است، که مردم های بیچاره را زیر محاصره شهرها را بیارین که به تنگ میاین، کشته شوند، گویا علیه نجیب قیام بکنه. مگر او که او خانه ویرانی را دیده، او که او بربادی دین و مذهب دیده، او که بیعزتی و حرمتی را دیده، او میگه از گشنگی میمیرم، ولی ایگه پاره قبول کردن میدانم. و عملا شما دیدین 5 ماه گذشت که مردم افغانستان با وجود تمام مشکلات صبر و حوصله و شکیبایی از خود نشان دادن، در راهی از اونها نرفتن. سریع برای شما میگم و پنهان نمی کنم، از مردم افغانستانی را پنهان نمی کنم که قبل از عودت قطاعات محدود اتحاد جماهیر شوروی مردم افغانستان تو فکر میکردن که ملامت ماستیم. هرچی که میگفتیم که ما قطاعات شوروی رو برای ازی خواستیم که از اونجا پاکستانی میه، از اونجا امریکایی میه، از اونجا عربی میه، سلاحهای گوناگون و مختلف میه، برای ازی که امنیت باشه. مردم قبول نمیکرد، میگفت نه شما مجرم هستید، شوروی ها را آوردین کشور ما را اشغال کردن و بکشین شوروی ها را. همدردی و پشتیبانی مردم با اونا بود، از شما پنهان نمی کنم میره. و اگر این وطن ارتباط می داشتن، سران تنظیم ها را میگم، با این وطن ارتباط می داشتن، در دست بیگانگان نمی بودن. استخبارات نظامی پاکستان و عربستان سعودی و امریکایی ها اینا را رهبری نمی کرد. و نمو روزی که شوروی از اینجا برآمده بود یک اعلان می کردن که برادران ما برای آزادی وطن خود می جنگیدیم، شوروی را کشیدیم، حال دیگه برادر خود را، فرزند خود را، خواهر خود را و مادر خود را نمی کشیم، وطن خود را ویران نمی کنیم. این ما سلا بر زمین گذاشتیم، ما قاتل اولادهای از این وطن نیستیم، از برادران خود نیستیم. نجیب انتخابات را اعلان کرده، ما میریم که تش انتخابات میکنیم و برای شما می آمد و میگفتن که ما آزادی شما را گرفتیم، ما شما را دیگر نکشتیم، بگوین برای کی رای میدین، بگوین برای کی رای میدادین. اکثریتتان برای همون رای میدادین. مگر استقلال خود نداشتن، آزادی نداشتن، غلامان شده بودن. اونا اجازه ندادن برش، گفت نه ملکت برو ویران کو، اسلامت برباد کو، عزت و ننگ و ناموست را لیلام کو. از او خاطر است که در ظرف 5 ماه گذشته، 5 ماه تمام مردم افغانستان قضاوت خود را انجام دادن. نفرت مردم افغانستان علیشان تحریک شده. 2/3 قماندانای داخلی که ما بارها اعلان کردیم که جنگ اصلی را زرمیا کردن، دمی خاک بودن، مشقت امیانا در دوران جنگ با عهده گرفتن، تکلیف کشیدن، امی که وطن خود را ترک نکفتن برای مقابل حرمت است.
و در قدم اول اگر در حاکمیت که سهم میگیره همین کماندان ها باید سهم بگیرن، نه اونایی که تجارت کردن، اونایی که بانک ها را پر کردن، اونایی که خودش با بادیگاردش بگذار تا آخرینش هم که ببینی صاحب بهترین موترها و بهترین قصرها در اختیارشان وجود دارن و کی در میدان های جنگ آمدن و جنگیدن. در اینجا فقط پیسه عرب است و دلار است و دینار است که اینجا روان کرده میرن بوجی و فقط دست یک دو نفر میته که تو ای برادرت بکش، تو ای برادرت بکش. کاش که اونا اینجا می آمدن در صف اول می جنگیدن. آمد یک چند روز دزدانه در اینجا گلبودین آمد، ولی با آمدن خود چی کرد؟ برای از اینکه خود سطر رو پوشانده باشد دستور داد که راکت ها را فید کنین سر کابل. ولو طرفداران 50% امام کشته میشه، چرا که خدا داره که کلش از مست کشته شو پروانه داره که مزنده باقی بمانه. خیر مردم افغانستان میره گفتیم که انتقام خون خود را میگیرن و واقعا میگیرن. اگر فرزندان عظیمی آزاد مردان دلیر و شیرزنان دلیر از این دره ها و این دامنه های کوه ها و کودامن ها و کوهستان ها و سرزمین افغانستان باشن، از دشمنان خود، از قاتلین از وطن خود، چی داخلی باشه چی خارجی باشه، انتقام خود را گرفتنی هستن. به صراحت بر شما بگویم هدف ما است که جنگ قطع شود، راه های مواصلاتی باز باشد، مواد برای مردم برسد. ما آرامی مردم را میخواهیم، اما کیها مردم را ناراحت میسازن قضاوت را به شما میگذاریم. بیشتر براتون قصه کردم که در زمستان گذشته اطفال از خنک مردن، نان نبود و مردم با دشواری های زیاد بعد از ساعت ها انتظار یک لقمه نان به دست می آوردن، در حالی که اگر راگیری ها صورت نمی گرفت مردم ما با این مشکلات دچار نمی شدن. وظیفه دولت هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ مدنی این است که برای مردم کابل و سایر ولایات نان برساند. آنها مسلمان ها هستند و انسان ها هستند، مثل شما وری فرزند و اولاد دارن، خانه و عیال دارن، چوچ و پوچ دارن. بنان و تیل و نمک ضرورت دارن، ولی افراطیون از خارج وظیفه میگیرن، دستور صادر میکنن که در یکیش یک مخابره است، راسن از پاکستان برش دستور میدن که برین برادر موترهای نان و تیل و شکر مردم را حریق کنین، بگردانین. آنها را آیا آنها از شما پرسان میکنن به مثابه مسلمان ها از لحاظ شرعی حق دارن که نان یک مسلمان، یک لقمه مسلمان بگردانن؟ حق دارن که بالای موترهایی که مواد اولیه مردم را، موترهای دولتی نامش گذاشته، موترهای اولیه که مواد اولیه را برای مردم انتقال میتن، سر از او حمله کنن و او رو با آتش بکشانن؟ این حق دارن؟ فرض کنید که در این راه افغان نیست بلکه کافر و روس هم باشد، ولی مواد را انتقال بدهد. آیا افراطیون از لحاظ شرعی حق دارن که راه را بروی آنها قطع کنند؟ عمل بسیار اموالی را که شما در مابین بازارها میخواین از بسیار از کشورهای خارجی که کفار هستن نیست؟ پنسلتان، کتابچیتان که برای اولادها میخرین نیست؟ پنسل پاکتان نیست؟ مگر در بازارها خو امروز وجود نداشت؟ دیروز هم وجود داشته، دوران ما داود خان هم وجود داشت، دوران پادشاه مازدای شاه وجود داشت. از این کشورهای برای اینکه کشور ما را یک رقیب نگاه داشته بودن که ما چیز خود ما تولید کردن نمیتونستیم، یک سوزن هم تولید کردن نمیتونستیم. از سوزن گرفته تا همه چیز ما از خارج میامد، از مملکت‌های کفار میامد. یعنی چرا دو وقت را نمیگرفتیم؟ گفتیم که کافر بیخی مواد بره برای مردم و ضرورت مردم، از لحاظ شرعی حق نداریم. و دیروز از امیر ها تیر میشد، قطارهای شوروی ها می آمدن، این قماندان ها غرض نداشتن که شما تمام حقایق را میفهمید.
گله ما را باید برشان برسانیم و میرسه برشان. برای که ما امروز خواهش میکنم که همه گپایی را که زدیم و گپایی که شما زدین ایره برایشان نشر بکنن، که دقیقا قضاوت بکنن اگر در دلشان یک چیزی هست، در مغزشان چیز باقی مانده برای می وطن، برای می دین، برای اسلام، برای غیرت و ننگ افغانی، برای برادری، برای مسلمانی، برای افغانیت، برای اسلامیت. مگر به هر ترتیب او رو بگذاریم. ملل متحد تصمیم میگیره که برای یک تعداد مردم، نه یک تعداد مردم، برای یک تعداد گروپ ها ما تقاضا میکنیم که برسانین سیبی مواد را. او از اینجا حرکت میکنن در راه عظمی شمالی مین که به طرف پنجشیر یک چند موتر اموال و مواد غذایی را برسانه. شما خبر دارین کجا گشتن در این موتر را؟ از دولت خود صرف نمیگردانن که شما بگین از دولت میگردن. کمک بین الملل که آمده برای خود از این گروپ ها غم شما خوردین که خیر پروا نداره. بیاین اگر دیروز در اونجا میدادین امروز در اینجا می کمک ها را برایشان انجام بدین. از طرف ما آزادی، بیرق ملل متحد، موتر ملل متحد، نشان ملل متحد، گرم صاحب درام میگردن. ایره نامش چی میمانی؟ اونا شورویا نبودن، ما خب با بیرق ملل متحد میرفتن. در حالی که اگرتان بگیم که کتی شورویا دیروز دوست بودن. خب اگر سابق میگفتن که روس ها آمدن، حال خود روس ها رفتن، چرا دیگه تلفات در عراق باید زیاد باشه؟ این قضاوتشو به شما میگذارم. ما را متهم می ساختن. چند کلمی اخیره براتان میگم که ما از این خاطر می جنگیم که اینجا اسلام در خطر است. حال شکر فضل خدا با چشم سر می بینیم که تمام مبانی دین اسلام و شریعت اسلام مستقر است و روز تا روز ترقی میکنه و پیشرفت میکنه. فهرست ازی که برای خدمت به اسلام چی شده است او را ما در برابر شما نشر نمیکنم، با چشم سر میبینی. 5 بنای مسلمانی پابرجاست. برای ما گفتم که شوروی ها آمدن، ما جهاد از این خاطر انجام میدیم. شوروی فردا برای جنگ ختم است. شوروی را از اینجا رخصت ساختیم. برای ما خطا نوشته کرده بودن که افغانیت را به انجام برسان. باز ما قول افغانی خود برای تو میدیم. ما افغانیت خود به انجام رسانیدم. کجا شد قول افغانی از اینها؟ حالی اینا عرب ها را برای چی میاره؟ پاکستانی ها را برای چی میاره؟ و شما پیشتر تصدیق کردین که در هر جبهه یک عربی قرار داره. عمل پیش ما کل اطلاعات از این جبهه پغمان گرفته تا می شکر داره تا پروان تا کاپیسا در کل جبهات وجود داره. این عرب ها در جلال آباد، در سروبی، در قندهار که یک تعداد قماندانای داخلی ما واقعا اعصابشان خراب شده و یک دره از بین بردن، یک زندانی ساختن از این عرب ها. اما تو میشن نتیجه شما تو میشن. شما باید داشته باشین که اگر یک دفعه غیرت افغانی از اینا به طور آمد و میای به طور، ما امیدوار هستم به طور به برای که صرف اونا را با ما با دولت نمی جنگانن، اونها را بین همان می جنگانن. فیصله ایست که یک افغان دیگه وجود نداشته باشه، خلاص. نه عزتش، نه اسلامش، نه وطنش. خب شوروی ها هم برآمدن. حال سوال سوم مطرح است که نجیب این چوکی رو برای ما اعلام بده. هر وقتی که نجیب چوکی رو اعلام کرد اون امور صلح میه. خوب برادران عزیز، پس کل جنگ در ظرف 11 سال که 1.5 میلیون کشته داد، 1,300,000 نفر معلول و زخمی داد، این کلش از خاطر یک کرسی بود؟
خامیر از اول میگفتیم. این حالی من برای شما میگم، بیاین ما برایشان خطاب میکنم که برادر این چوکی از نجیب نیست، مال شخصی من می بود، ما فدای سرتان میکنم. این مال مردم و ملت است. من میگم مرا لوی جرگه انتخاب کرده، شما قبول نمیکنید، میگن این لوی جرگه ساختگی. میگن به لوی جرگه دیگه دایر بکنیم، میگن نیم لوی جرگه که خود دایر نمیکنه. خیلی برادر بیاین اجرای دیگر را انجام میدیم. طوری که پیشتر گفتم که میریم به طرف مردم انتخابات را انجام میدیم. بگذار مردم افغانستان که صاحب از این کرسی هستن این کرسی را به هر کس که داد، با ما داد، با اونا سپورت، یا شاید به اردوی ما نسپره به یک سومگه بده. میگن اوتر نمیشه، یا بر آزاد تسلیم شو، اگر بر آزاد تسلیم نمیشی ما به زور از پیشت میگیرم. خوب اگر نجیب باشه با یک 10 نفر از رفقای خود، خب ما برای شما میگم به خاطر ازی که رنج و عذاب ختم میشد از امو رفیقا میخواستم عذر و زاری برشان میکردم که بیا برادر در یک تیاره سوار شویم، میریم در یک کشور دیگه، یک جایی که ایچ آواز ما را کس نشنود، همین جمعی آرامی بیایم مردم آرام شود. 200,000 عضو حزب است، 500,000 قوای مسلح است، 1,000,000 سازمان های اجتماعی است، کی سازمان جوان است که نمیفهمی، سازمان اتحادیه صنفی است، کی سازمان زن است، کی سازمان نویسنده هاست، کی اشعار است. این 1,000,000 شده. خو یگانه کش در حزبم قرار داره در اتحادیه ایره 2 میلیون نمیگیریم، 1 میلیون از 1 میلیون هر یکیش که 5 نفر یک فامیل داشته باشه حد متوسط چند میلیون میشه؟ 5 میلیون. برای من شما بگوین که 5 میلیون را من چطور در کدام بوجی پرتو میره در باره هن روان کنم که کلش غرق شود در بوجی، که اینا باز بیای آرام در اینجا به اصطلاحی وطن را حکم روایی بکنن، در حالی که تو نمیشه. همیز بی هم میفهمه، همی سازمان های اجتماعی هم میفهمه، همو قوای مسلح هم میفهمه، شما هم میفهمین که اگری حکومت بر از اینا الا بتی و او بیایه همی کل از اینا را از دم تیغ بی دریغ میگذارده و قصابی را خواد دیدی در اینجا. این حالی که ما هرچی بگویمش که او رفیق تو پس شو که همینا هم یک دفعه خود بیا آزماید، میگه برادر او تو که میکشه ای تو چرا کشته نشو؟ نتیجهش چیست؟ ادامه جنگ. ما 5 میلیون نفر در بوجی انداخته نمیتونم که در باره این تحویل کنم. اگر شما برای ما کدام معجزه را یاد میتونی یاد بتین. در غیر این صورت بین قبول میکنیم که 5 میلیون ما کشیدیم، یک فرضیه قبول میکنیم. حال سوال برای من مطرح هست که برای کی تسلیمش میکنیم؟ برای کی تسلیمش میکنیم؟ ساختن خب پیش روی ما ساختن. اول خب یک حکومت احمدشاه رو ساختن و هنوز چند ماه تیر نشد خودشان گفتن که حکومت مرده تولد شده ایره پس کنین صاحب ما انتخابات میکنیم. از کل قماندانای داخلی پرسان کنین که اینا انتخابات کردن در افغانستان؟ با بسیاری از قماندانای داخلی با ارزش و با اهمیت که فشار جنگ را و مسئولیت جنگ را و رنج و عذاب جنگ را با عهده کشیدن و در زیر سموچها در ظرف 10 سال زندگی کردن، در چی مشکلات و مصائب یارا تا کس خبر نکردن در او شورا. برای یگان یکیش یک روز پیش اول رسیده، صرف که همه قدر اول از گوشش برسانین بس خلاص. چرا انتخابات نشد؟ والا صاحب ما را خو انتخابات از این خاطر ما در کابل نکردیم، در افغانستان نکردیم، بمباردمان دولت افغانستان اجازه نمیده. خب قبول اینجا بمباردمان دعوت خو میدادی فلان قماندانه که 10 سال برای در اینجا جنگیده بود، از چوچ خود، از پوچ خود، از زن خود، از اولاد خود، از همه چیز خود گذشت به نام ازی که تو علیه شوروی جهاد میکنی. به خاطر تو جنگید امور خبر میکردی، اکثریتش خبر نکردن. شما پرسان کنین از جبهه قماندانای اصلی جنگ اون کسی که در دفترش کار میکرد،
کسی که نزدیکش بود، کسی که خیشایش بود یا اینجا شناختیش بود، امور خواستش در اونجا. خب دو شورا کرد. حالا ما این سوال پرسان میکنیم که در اینجا انتخابات از خاطر بمباردمان هوایی کردن نتونستی؟ در بین همون مهاجرین که 5 میلیون هستن شما میگین هست؟ 5 میلیون اونجا است و 2 میلیون در ایران است. 7 میلیون میسازینش. در بین 7 میلیون خو انتخابات میکنین. در بین کمپ های مهاجرین خو انتخابات میکنین. شما خبر دارین در کدام کمپ انتخابات شده باشه؟ بله؟ در یکی از کمپ ها نشده انتخابات. برعکس مهاجرین برخواستن که ما نماینده های ما در اینجا وجود ندارن، اعتراض کردن، مظاهره ها شد. سه گروه های گلبودین آمد سه از این طرف بزنی مظاهره را، از اون طرف بزن اون مظاهره را. جنگ و جدل ها به وجود آمد که شما حق ندارید. از گیر مهاجرین هم سه گریختن در مابین اسلام آباد زیر نظر استخبارات نظامی پاکستان حکومت خود دایر کردن. امو کسایی را که خود خواسته بودن در اونجا نظریات از ما هم شنیدن نتونستن، همه قول سلام نداشتن. بالاخره 14 نفر تعیین کردن. 14 نفر دو روز غیب شد. 2 روز بعد آمد گفت این صاحب یک حکومت ساختیم براتون آوردیم. فلانی رئیس جمهور، فلانی صدر اعظم، فلانی وزیر داخله، فلانی وزیر دفاع. عالی چه قسم حکومت است؟ نه در افغانستان انتخاب شد، نه قماندان های انتخابی اونجا رفتن، نه از مهاجرین نماینده ها گرفتن. خب به هر ترتیب هر کسی که انتخاب کرد ما میگیم که استخبارات نظامی پاکستان این حکومت ساخت. عالی حکومت از خود یک رئیس جمهور داره. رئیس جمهورش یک گپ میزنه، گلبودین یک گپ میزنه، گیلانی صاحب دیگه گپ میزنه. گلبودین میگه که 3 ماه ما در اول فیصله کرده بودیم که این حکومت به وجود بیاید، حکومت موقت است، بعد از 3 ماه انتخابات میکنیم. گیلانی صاحب میگه که نه، انتخابات برای 3 ماه نبود، برای 6 ماه بود و اگر تا 6 ماه انتخابات نشه این حکومت خودش اعتبار خود از دست داده. حکومتی که خودشان ساخته علیه حکومت خود استدلال میکنه. مجددی صاحب که در رأس حکومت قرار داره، رئیس جمهور شده، او دیگه اقتدار مزه دادش. او میگه که صاحب نه، هر وقتی که ما در افغانستان رفتیم، از رفتن ما و انتقال ما در افغانستان که 1 سال تیر شد، باز حکومت وجود نداشته باشه. اینال بیایی جنگ و دواره بین از اینا صاف کن که 3 ماه بعد انتخابات، یا وقتی که در افغانستان آمد باز 1 سال بعد انتخابات در این صورت بپذیره. سر جای انتقال حکومت جنگ است. دوستای محترم، یونس خالص میگه که حکومت را ما منتقل میسازیم به ننگرهار. مجددی صاحب میگه که ما ایر انتقال میتیم به کنرها. سیاف صاحب میگه که ما ایر انتقال میتیم به جاجی و پکتیکا، ارگون. سر از این مناقشه است، جور نمیه. چند دانه وزیر انتخاب کردن، عالی وزیر از خود یک وزارت داشته میباشه. معین، رئیس، معاون، مدیر تا آخر. صاحب تشکیلات وجود نداره. یک چند نفر در وزارت صحت عامه و تعلیم و تربیه آوردن. مگر حال برای ما این سوال پیداست که از یک طرف وزارت دفاع وجود دارد، از دیگر طرف کمیته نظامی حزب اسلامی گلبودین وجود دارد. اگر او وزارت دفاع درست است، این کمیته نظامی برای چی؟ از یک طرف وزارت مالیه وجود دارد، از دیگر طرف کمیته مالی حزب گلبودین و دیگر اعضا وجود دارد. این کمیته مالی برای چی؟ برای اینکه سلام میآید، پول و پیسه میآید. از طریق وزارت دفاع تقسیمش یا کار ندارن، از طریق کمیته نظامی خود کار دارن که تقسیم بکنن. سر از این مالم جور نمیه. حکومت یک طرف است، خودشان باز حکومت هر تنظیم را علیحده ساختن. دعوا چیست؟ خب ما وکیل وزیر خارجه ما هست، هر روز یا در جنبش عدم انسلاک است، یا در ملل متحد است، یا در یک گرد همایی بین المللی هست. همونجا میره که صلح بیاید و امنیت بیاید و اینی پیشنهاد است و اینی پیشنهاد است. یا هم یک وزیر خارجه برای خود تعیین کردن، گلبودین نام داره. این گلبودین صاحب که پاسپورت پاکستانی و طیاره عربی رفت، یک سلسله کشورها را گشت که یا را به رسمیت بشناسه، کسی یا را به رسمیت نشناست، فقط هم عربستان سعودی و یک دو کشوری که همین عربستان او دلار میته و دینار میته و یا را به رسمیت شناخت، ناکام آمد. حالی وزیر خارجه با افغانستان آمده، جای روزا اعلان کردن که گلبودین افغانستان آمده. چی میکنه؟ میگه میره از جبهات جنگ. خب وزارت خارجه را در مابین یک حکومت به جنگ چی قرار است؟
مثل از این که وزیر صاحب خارجی ما بخیزه و بگویه که تنه صاحب ما به جای تو اینی کارا رو انجام میدم. وزیر دفاع ما وجود داره در اونجا، کل کارا رو او انجام میده. این نمونه ها رو از این خاطر براتون میگم که هنوز حکومتی است که درک نداره. اگه اینجا در افغانستان بیایه او پشت از او رئیس جمهور نمیگرده که او رئیس جمهور برای ما چی میگه یا ای وزارت دفاع برای ما چی میگه. اگه هر څوک پیدا دی خپل کار لره کنه و هر یکیش برای خود میدرنگانه. هر یکیش خودش ناپلیون است، هر یکیش خودش امپراتور است، هر یکیش خودش پاچاست. بگوین برای کدام پاچا بسپریم؟ شما برای ما رأی بدین برای کدام پاچا بسپریم؟ ما گفتیم 5 میلیون نفر هم مندازین در بحر هند. بین خود اگه آمدن و چسبیدن و عملی شهرها را بگذارین شما در کدام منطقه نیست که این آزاد خورد ندارن بین خود. در اون صورت خواهد اگر حکومت راستین بیه و سر حکومت کابل بیاین و بگوین که سر تخت یکیش بگوین که من میشینم و دیگیش بگوین که من میشینم و اینجا برادر با برادر، دختر با مادر، فرزند با پدر، خانه با خانه، کوچه با کوچه جنگ شروع شود. شما به ما اجازه میدین که از افغانستان لبنان ثانی بسازم؟ حال خواهد حداقل یک ثبات نسبی قرار داره. ما شما خود رکایی 3 ساعت است 4 ساعت 6 تیم صحبت میکنیم به هم دیگر. دو خود سر بالا نخواد میکنیم. از او خاطر ما سوال ترک کردیم که برادران عزیز و محترم ما بیاین کدورت ها را پس میکنیم، دشمنی ها را پس میکنیم. کی باشه کی نباشه این گپا نمیتونه مسائل حل فصل بکنه. کنار رفتن ها نمیتونه مسائل حل فصل بکنه. کنار آمدن ها میتونه مسائل حل فصل بکنه. بیاین به هم آشتی بکنیم. بیاین به جای افتراق اتحاد ملی و وحدت ملی را ایجاد بکنیم. خداوند جل شانه فرموده که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. بیاین به یک ریسمان وحدت و اتحاد و اتفاق اسلامیت و خداوندی چنگ مندازیم، افغانی چنگ مندازیم، وطنی چنگ مندازیم. این کار انجام بدیم. ولی اونا میگن که ما به جنگ ادامه میدهیم. ما برای شما میگم که دوام جنگ و طولانی شدن جنگ برای هیچ یکی از طرفین درگیر جنگ مفید واقع نخواهد شد. 10 سال جنگ به اثبات رسید که مفید واقع نشده است، بعد از این هم واقع نخواهد شد. کسانی که میخواهند به جنگ ادامه بدهند معنای آن این است که میخواهند در آخرین تحلیل مالک یک کشور ویران شده، یک اقتصاد خراب شده، سرپرست بزرگ، رئیس جمهور، حاکم، امیر هزاران طفل یتیم و هزاران بیوزن میخواه شود. یگانه راه معقول در هر اختلاف مذاکره و مفاهمه است. حل مسائل مورد اختلاف در افغانستان مربوط به فیصله شجاعانه و دلیرانه و واقعا به مثابه فرزندان اجداد و نیاکان خیش که مردواری بیاییم بشینیم و بگویم اما تو که می جنگیدیم اما تو را که پرابلم های خود را هم و مشکلات خود را حل فصل میکنیم. مربوط به این تو تصمیم شجاعانه ما و شما است. اگر اونا تصمیم را ندارن و برای شما نوید میتم مجده میتم، عمل اطلاعات به شما وجود دارد. خود کمپ ها هم فیصله کردن در اونجا مهاجرین و اکثریت قومندان ها در داخل افغانستان هم فیصله کردن که اینا کفایت خود را دیگر نشان ندادن. اینا در دست بیگانگان فروخته شده بودن. اینا معضله افغانستان را حل فصل کردن نتونستن و نمیتونن بکنن. اینا جا طلبی ها و خودخواهی ها و قدرت طلبی ها و کرست طلبی هایشان اجازه نمیتن که بین هم دیگر جور بیان. ما مردم مهاجرین نماینده های ما و همین قومندان های داخلی مسائل حل فصل خواد کردیم. ما به این امید هستیم و امیدوار هستیم که نوید و مجده از اینجا بیرون برای و شما را هم که در برابر از این قومندان های داخلی تان که اینجا هست با وجودی که بسیار آزار ما داده هم در راه هم در ارتباط با کابل بازم روی بار روان میکنیم. در آخر برتان میگم درخواست و پیشنهاد خود که چگونه باید پیشان برین و چی مطالب را برشان مطرح بسازین. روی بار روان میکنم بگوین که اونا صلاحیت از خود نشان دادن نتونستن.
شما صلاحیت نشان بدین. فرزندان عزیز وطن هستین، دیگه نگذارین که وطنتان ویران شود، ناموستان لیلام شود و اسلامتان برباد شود.